برای دستگیری ملت تاجیک، برای آن برادرانی که امروز مصیبتی و دسترشان اومده، همه کس همین نوار استاپ کنین، لایک مونین، با دوستو با رفیقتون روی کنین. از یک ناحیه فراخوری ما 3 نفر فوتید، 3 نفر سرباز جان به حق دادن در مرز تاجیکستان، در نگهبان مردم تاجیکستان که هم تاجاکم خیزم تو کوچه برایم خونه همسایه ما علاف درگتی که برای بود بین همسایه ما رفتی یک روز 6 نیمه ثانیه این همم داره میگرد که فوتیدگان در وارخ نواری مرا تماشا کردین. خداوند جای نام فرزندایی که ما را حفظ کردن، نگهبان کردن، اپا و خواهر و مادر ما را حفظ کردن، نگهبان کردن، جان خودشون از دست دادن، خداوند جاشون جنت شوه. همه کس دعا میکنیم، آمین میگیم که خداوند جای نام برادرانی که در حفظ امانی ما بودن، خداوند نگهبانشون باشه. السلام علیکم مردمی رسول با ناموس تاجیک. ما جنگجوی نبودیم، نیستیم، ولی ما رو مجبور کردن. بچه من قایل نمیشه ما در جنگ یک زندگی خوب و آسایشته داشتن، امروز زندگیشون رو ویران کردن. باید ما سهم خودمون رو بگذاریم. از همه شما احترام را خواهش میکنم. انمی کارتایی که در زیر ویدیو میبینیم با فوند خیریوی وارخ تعلق داره. همه بلاگرها همه کارتا را ماندگیان. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رایم پروداکشن. دوستان عزیز، یک منوت وقتتون میگیریم. او یک کسی اکای آیت الله جان به هر یک شما توصیه میکنم که به همه جای تاجیکستان در شب و روز پرواز دارن با صفت خوب، بلیط ارزان به نرخ دسترس. نمره در روی اکران میبینین، 24 ساعت کار میکنه. جای کاری پسینشون بازار فوتسیتی. کسانی که باور نمیکنین بیاین در بازار دکان داره، این نزدیک میبینین. نمره در روی اکران زنگ بزنین. ان شاء الله که اول از جانب الله دیم سببگار انمی اکای آیت الله جان بشه که سوق سلامت به وطن میرین، با نزد پدر و مادر و زن فرزندان با شرکت اوکس اکای آیت الله باشید. با پیش رفتیم. سلام و درود بر کلی تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن، با کلی آن افرادی که لحظه برنامه نوبتی ما رو تماشا دارین. دوستان عزیز، امیدوار هستم هر یک شما توسط خانواده هستین. امروز یک نوار نوبتی را اوید وارخ با هر یک شما پیشنهاد میکنم. دوستان عزیز، کسی که در افرین برای دستگیری ملت تاجیک، برای آن برادرانی که امروز مصیبتی و دسترشان اومده، همه کس همین نوار استاپ کنین، لایک مونین، با دوستو با رفیقتون روی کنین. از یک ناحیه فراخوری ما 3 نفر فوتید، 3 نفر سرباز جان به حق دادن در مرز تاجیکستان، در نگهبان مردم تاجیکستان که در مرز وارخ در گرانیس قرغیزها همراه نام قرغیز جنگ ده. از همه میندارم دوستان عزیز، یک خواهش دارم از هر یک کدام شما، چخیلی که دیگر بلاگرها هم نوار کردن، امروز ما وقت یافتیم همین روز خودمون برای نام برادرها صرف کردیم، چون که دوستان عزیز در روز مصیبت باید ما درباره هر یک برادر تاجیک خدمت باشیم، درباره هر یک برادر مسلمان خدمت باشیم. امروز غم در بالای مردم وارخ، بالای انما کودکایی که در مکتب دن، انما آدم‌هایی که یک زندگی خوب و آسایشته داشتن، امروز زندگیشون رو ویران کردن. باید ما سهم خودمون رو بگذاریم. از همه شما احترام را خواهش میکنم. انمی کارتایی که در زیر ویدیو میبینیم با فوند خیریوی وارخ تعلق داره. همه بلاگرها همه کارتا را ماندگیان، همه دستگیری کردگی. ما هم از آن جمله خواستیم که سهم خودمون، سهم ما چه برادرها، همه پادپیچکان عزیز شما این کسی که تو چنین زورست 1 روبل 10 روبل 100 روبل میتونین در همین فوند خیریه بگذارنین. چکش همش پیشنهاد هر یک کدام شما میکنیم. دوستان عزیز، این کارت من نیست، همه بلاگرها همه چیز استفاده بودن. ما هم از آن جمله همین شب تماس برآمدم برادرها، خاطر همه چیزا فهمیدم که همین کارتا کجا میرفته، سومش کجا میرفته، کی دا تقسیم کرده، همش فهمیدیم. بعد خواستیم همین اورا پیشنهاد شما کنیم. کسانی که میتونم قوت به توانای دوستان عزیز، با خاطر انم یتیم ها، با خاطر انم برادران مسلمانی که در درون مسجد زدن، بمب کفاندن، در درون مکتب چقدر مردم آسایشته را از انم زندگی خوبشون یک بار ویران کردن، ولنگار کردن. دوستان عزیز، هر چی که باشه باشه برادران عزیز، در همونجا یک خش تباری ما، یک رفیق ما، یک برادر ما، یک برادر ما نباشه، یک برادر یک خش تباری تای بسیار مردم وارخ هم نیست در فدراسیون روسیه، یک خش تبار یک نزدیکان شای. ما هر چیزی که میکنیم از برای الله میکنیم، نه اینکه برای یگان چیز. فقط اینا با کدام خاطر میکنیم خداوند بگیم که صلح و ثبات در وطن ما پایدار بماند. خداوند هیچگاه انمی جنگ جدال در یگان وطن مسلمان نیاره. جنگ یگان عاقبت خوب نداره دوستان عزیز. با همین خاطر هرچند که حاج ما رفتن نتونستیم با کمی سبب ها، ان شاء الله رفتن ما پروس. ما بسیار بلاگرها را دیدم، هزار رحمت گپ شو ندارم برای نوارایی که کارهای خیر کردن، دستگیری کردن، هزار رحمت. بعضیش پروس رفتن سیاکای خالی اخی در بالای قلب سوختگی برای نمک پوشیدن. چی در کار دوستان عزیز؟ همه کو کارتا را مونده، میبینیم چقدر دستگیری میشه. ان شاء الله که
با همش نواراش میبراید. از همه میندارم برادران عزیز، انشالله بهترین کار میشود در حق نفرانی که در انمی گرانیت جان به حق تسلیم کردن، با پدران، با مادران، با فرزندانشان صبر جمیل خانه، با نزدیکانشان. کسی که از نزدیکانی که فوتیدگان در وارخ نواری مرا تماشا کردین، خداوند جای نام فرزندایی که ما را حفظ کردن، نگهبان کردن، اپا و خواهر مادر ما را حفظ کردن، نگهبان کردن، جان خودشون را دست دادن، خداوند جاشون جنت شود. همه کسا دعا میکنیم، آمین میگیم که خداوند جای نام برادرانی که در حفظ امانی ما بودن، خداوند نگهبانشون باشه. بعد برای نام خیترایی که در پیش کامera میشینین، فقط چلیکاتون قطعی مینویسین کامنتاری را برای او مردونگی در کوره که در اونجا برین گپ زنین. بعضی بعد گپ میزنین ای تو رو زنکم لای پشت کامera نویسه میتونه، برای هم خاطر کاری که خوبه کردن نمیتونی. بعد نه که هر خیلی گپ زیادی گپ نزه، ای دست یک هنر نمیاد با گپ میزنین. در اویله خود دو نفر اوداش برآمده نمیتونی. فقط ما میگیم که صلح و ثبات در وطن عزیز ما پایدار بماند. هزار رحمت دوستان عزیز، خیر تو برنامه آینده.